و دوره شوروی دا میگفتن که دو چیز از آدم را میبرد به زور، یکم نان نمک، دویم خاک گور. مقصود جون دموکرات شدگی های 4 چیز از آدم را میبرد به زور، یکم نان نمک، دویم خاک گور، سوم خوشنامه جنجالی، 4م زن زور. خدا دوست دارد زن زور میتید. مرد درویش هم میکنه، زن میکنه، شاه هم میکنه، زن میکنه. برای همین زنهای مهربان خوش آمدید، سلامت باشید. کلی ما طرفدار شما مردا کیداد کتگی کنه خیلی ما چی داشتیم؟ همون شیم کاستوم بعد رولوسی اکتبر، توپی جامعه یکان نویگری دوره همین گالستون تمام. درمام خدا جانم این چی خیلی بازار شده، این چی خیلی متریال شده، آشتون شوه 99% همه بازار زنها، بیزنس زنها، 99% کردیت میگیرن زنها، 100% قرض میتن مردها. اگر شما نباشه مردها نیستن. فهمیده؟ یا بید تجی برای خودشو قرصک نمیزن بعد این سخن شد در کار است. بعد مردم نوشرگی نولتان گفته امام زلای خواه برادر من دیدم چند پدرها و خجالت شده شما پروا نکنه من یارو سنجیدم در دنیا رقم 1 از فراموش نکنه زنهای میرون از خودم نروید پروردگار یکم مرد آفریدگه. انا خیلی قرار نگیریم مردک نکیروش خودم شما فرهاد کوکن ایجا پیدا شد با کدام کدمن کوکن دیا پروردگار دید که بندش قرار نمیگیره انا او وقت زن آفرید. تاریخش همه میدونیم وقتی که زن آفرید مردک تمام دوی میلی با آخیر است. من یک سخن میکنم اگر زنها نخندن تویدم گفتم مردا قرصک نزنن من همین آوازربای میکروفون میمونم میبرم میرم آشتون شوا رحمت کتگی کنی قمتون نزن. میدونی چی؟ آخه زور شما زور برای اون که شما هیچ وقت در حیات زندگی غیبت نمیکنی. چی خیلی شد؟ دیدی هم چی قرصک زدن برای شما دیدی هم؟ من آواز یک گم میگم شما نیم ساعت قرصک بزنید با خرسان بشه شما زیخ نشوه باز 50% غیبت ایسی گذاشته گرد. یکی از سببهای کم شدن ریسک عقلم ریسک خیره فراموش نکنه در بنده این غیبت است. به سبب کس را ز خواب بیدار کردن بی‌سری است. به سبب کس را ز خواب بیدار کردن بی‌سری است. با نصیحت مست را هوشیار کردن بی‌سری است. گر تو در صحبت نشینی با رفیقی بیغم از غم خود پیش او اظهار کردن بی‌سری است. نازنین یاردار را هیچ به خود دلبر مکن عاشقی بیچاره را بیار کردن بی‌سری است. قدر خویش را دان در وقت جوانی ای پسر آدمی کاردیده را بیکار کردن بی‌سری است. اکرمی این گفته ها را در حیات سنجیده است غیبت بیهوده را تکرار کردن بی‌سری است. انا ای بی‌سری خدا پناه تیاد ما و شما را